يا رسول الله وقدوتنا. از انس خداوند از او راضی باد روایت شده است که گفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند خداوند متعال می فرماید ای فرزند آدم تا وقتی که مرا بخوانی و به من امیدوار باشی همه آنچه را که از تو صادر شده است یعنی گناهان گذشته‌ات را می بخشم و به چگونگی گناهان اهمیت نمی دهم. ای فرزند آدم اگر گناهان تو از بسیاری و بزرگی به ابرهای آسمان برسند و سپس از من آمرزش و بخشش بخواهی تو را می آمرزم. ای فرزند آدم اگر به اندازه غنجایش زمین گناه به سوی من بیاوری و سپس در حال به من چیزی را شریک قرار ندهی با مغفرت و آمرزش به استقبال تو می آیم. بله برادران عزیزم ببینید در این حدیث قدسی که خداوند چقدر مهربان است با ما. به همه گناه های ما نگاه نکرده چه گناه های صغیره باشند و کبیره باشند خداوند همه آن را محو می کند به شرطی که ما از این گناه ها توبه کنیم و شرط های توبه را به جای آوریم و به الله سبحانه و تعالی شرک نیاوریم. شرط های توبه اینها می باشند که از این گناه دست کشیم و پشیمان شویم و به سوی این گناه باز نگردیم. این شرط ها اگر گناه در بین انسان و در بین خداوند باشد. اگر گناه بین انسان ها باشد پس شرط چهارم لازم می شود که این پرسیدن بخشش و عذرخواهی بین انسان ها می باشد. و اگر مال را گرفته باشیم این مال را باید برگردانیم به صاحبش و از او خواهش کنیم که او ما را ببخشد چون در روز قیامت خداوند ما را نمی بخشد تا آن دمی که این شخص ما را نبخشد. خدایا پناه می بریم به سوی تو از شر شیطان، از عملهای بد، از گناه ها. خداوندا خودت ما را در پناهت نگه دار. لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله.